مد ظله العالی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. بفرمایید. خیلی ممنون. خیلی ممنون. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده وأستعينه واستنصره واطلب منه التوفيق واستغفره واتوب اليه واصلي واسلم على حبيبه ونجيبه سيد خلقه سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. عید سعید فطر را تبریک عرض می کنم به همه حضار محترم در این نماز، به همه ملت ایران، به همه امت اسلامی. همچنین تبریک عرض می کنم نوروز را، سال جدید را، و همچنین 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران را که عید بزرگ ملت ایران است. امسال هم ماه رمضان سپری شد و ملت عزیز ما این تجربه الهی گرانقدر رو به حمدالله به خوبی گذراندند. رمضان، ماه رمضان یک پدیده توحیدی است، یعنی دلها را، انسانها را به خدای متعال نزدیک میکنه. ماه رمضان عرصه تقرب به خداست، محل وعده تجدید حیات معنوی است. یعنی خداوند متعال با تشریع روزه ماه رمضان یک فرصتی به من و شما داده است که در طول یک سال، یک ماه تمام این فطرت رو داشته باشیم که دلهای خودمون را شستشو بدیم، خودمون رو تطهیر کنیم، اگر بتوانیم خودمون رو از آلایش ها بیرون بیاوریم، توحیدی کنیم. روزه ماه رمضان، انس با قرآن در ماه رمضان، لیلة القدر ماه رمضان،
توسلات و تضرعات و دعاها در ماه رمضان، همه اینها انسان ساز است. ماه رمضان حقاً و انصافاً یکی از بزرگترین نعمتهای الهی است. هر کس به هر اندازه‌ای آداب ماه رمضان رو مراعات کند و عمل کند، به همان اندازه دل او و جان او و باطن او ساخته می شود، توحیدی می شود. خداوند فرمود لعلکم تتقون. این ماه رمضان برای تقواست، برای متقی شدن دل و جان انسانه. امسال به حمدالله ماه رمضان غنی و سرشاری داشتیم از معنویت. در این ماه رمضان رواج قرآن به طور روشنی محسوس بود. تلاوت قرآن، جزوخوانی قرآن، تأمل در آیات قرآن، رواج انفاق و سفره‌های افطار در مساجد، در حرم‌ها، در خیابان‌ها، در مراکز عمومی، حضور در مجالس دعا، حضور پرشور، حضور متراکم، به خصوص جوانها در مجالس دعا و مناجات و تضرع و توسل. اینها امسال به حمدالله در ماه رمضانی که گذشت کاملا محسوس بود. همه قشرها با همه ظواهر در این مراسم شرکت کردند، بهره بردند، دعا کردند، با خدای متعال حرف زدند، از خدا خواستند، به خدای متعال توکل کردند، بهره زیادی بردند. هنیئا لارباب النعیم نعیمهم. اون کسانی که بهره بردند انشاءالله از این بهره ماه رمضان در طول سال استفاده کنند و دل را پاکیزه نگه دارند و تا ماه رمضان آینده انشاءالله این معنویت رو حفظ کنند. ماه رمضان یک درجه، ماه رمضان بعد یک درجه بالاتر و پیشتر خواهند رفت. ختم ماه رمضان هم به این راهپیمایی پرشور و پرمعنا انجام گرفت. مردم در جمعه آخر ماه رمضان حرکت عظیمی را انجام دادند، ملت ایران، و مطالب زیادی از این اجتماع عظیم مردم به دنیا منعکس شد. اونایی که باید بفهمند، اونایی که باید بشناسند ملت ایران رو، خیلی پیام ها رو از این اجتماع عظیم شما مردم عزیز در تهران، در شهرهای گوناگون بزرگ و کوچک، مردم توانستند این پیام رو برسانند و کار بسیار مهمی انجام گرفت. رشد قلبی همراه با تلاش سیاسی و تحرک ایمانی دستاورد این ماه رمضانی بود که گذشت. این رو حفظ کنیم. امروز روز عید است. از خدای متعال در این روز مبارک بخواهید به شما کمک کند، انشاءالله بتوانید این دستاوردهای ارزشمند رو برای خودتون، برای کشورتون، برای آیندهتون محفوظ بدارید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي الحسن بن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. السلام على أئمة المؤمنين وهداة المستضعفين. در این خطبه دوم یک روی دیگر از این ماه رمضانی که گذشت رو عرض میکنم. شیرینی های ماه رمضان رو چشیدند ملت ایران و ملت های دیگر، لکن تلخی این ماه رمضان هم کام همه روزداران دنیای اسلام رو تلخ کرد و اون عبارت بود از حوادث خونین غزه و لبنان و فلسطین. باز هم نسل کشی، باز هم کودک کشی، باز هم حمایت آمریکا از شرارت‌های رژیم صهیونی غاصب فاسد، باز هم کمک به شرارت‌های این دسته آدمکش و تروریست که امروز فلسطین را غصب کردند و بر فلسطین و مردم فلسطین حکومت می‌کنند. به اینها کمک کردند، از اینها حمایت کردند. در اظهارات غربی‌ها، اظهارات سیاسی که غربی‌ها می‌کنند، مکرر شنیدید که از نیروهای نیابتی اسم می‌آورند. ملت‌های شجاع منطقه، جوانان غیور منطقه را به نیابتی بودن متهم می‌کنند. من میخوام بگم در این منطقه فقط یک نیروی نیابتی وجود داره و اون رژیم صهیونی غاصب فاسده. رژیم صهیونیستی به نیابت از استعمارگران آتش افروزی میکنه، نسل کشی میکنه، جنایت میکنه. اگر دستش برسد به کشورهای دیگر تجاوز میکنه، همچنانی که امروز به سوریه داره تجاوز میکنه. وارد خاک سوریه میشن، تا چند کیلومتری دمشق هم پیش آمده. این کار رو به نیابت استعمارگرا میکنه. همون کسانی که
بعد از جنگ جهانی دست گذاشتن روی این منطقه رو به این شکل در آوردند. حالا رژیم صهیونیستی به نیابت از اونها داره کار اونها رو دنبال میکنه و تکمیل میکنه. در اظهارات استعمارگران، همین کسانی که بر دنیا حکومت میکنن، بر کشورها حکومت میکنن با پولشون، با رسانشون، تروریسم به عنوان یک جنایت محسوب میشود. تروریسم به عنوان یک جنایت نامرده میشه، اما تروریستی برای این رژیم خبیث جنایتکاری امر جایز و مباحی است. دیگران اگر از حق خودشون هم دفاع کنن، از خاک خودشون هم دفاع کنن، بهشون میگن تروریست. اما رژیم خبیث صهیونیستی صریحاً نسل کشی میکنه، کودک کشی میکنه، جمعیت زیاد رو میزنه، اشخاص رو به خصوص ترور میکنه و میگه هم که من ترور کردم، اما چشمان استعمارگران غربی روی اینها بسته است، بهش لبخندم میزنن، کمکم میکنن، ازش حمایتم میکنن. از سالها پیش رژیم صهیونیستی غیر از کشتارهای جمعی در شهرها و روستاهای فلسطین که از همون اوائل شروع کرد و تا حالا ادامه داره، علاوه بر اون یکی از کارهای رایج اونها ترور شخصیت هاست، ترور آدم هاست. ابو جهاد رو در تونس ترور میکنن، فتحی شقاقی رو در قبرس ترور میکنن، احمد یاسین رو در غزه ترور میکنن، عماد مغنیه رو در سوریه ترور میکنن، تعداد زیادی دانشمندان عراقی رو در بغداد ترور میکنن. بعد از آنی که 20 سال قبل آمریکا وارد عراق شد، شهدای دانشمند هسته‌ای رو در تهران ترور میکنن. کارشون، حرکتشون حرکت تروریستی واضح و آمریکا حمایت میکنه، دولت‌های غربی تعدادی حمایت میکنن، بقیه هم تماشا میکنن، نگاه میکنن. در کمتر از 2 سال حدود 20,000 کودک رو در همین برهه اخیر رژیم صهیونیستی شهید کرد و پدر مادرهای اونها رو داغدار کرد. کسانی که شعار حقوق بشر میدن دارن تماشا میکنن، هیچ گونه حرکتی در مقابلشون انجام نمیدن. ملت‌های دنیا عصبانی هستند، ناراحتند. تا اونجایی که اطلاع دارن از بسیاری از مسائل، از جنایات، کشورهای دنیا، ملت‌های دنیا اطلاع ندارن. اینی که میبینید تو خیابان‌های اروپا و حتی آمریکا علیه رژیم صهیونیستی شعار میدن، به خاطر اطلاعات محدود اونهاست. اطلاعات بیشتری داشته باشن، بیشتر از این هم میکنن. نتیجه این حرفایی که عرض میکنم اینه که این گروه تبهکار باید از فلسطین ریشه کن بشود. به حول و قوه الهی ریشه‌کن هم خواهد شد. در اینجا این تلاش برای این کار، در راه این کار یک وظیفه است، هم وظیفه دینی است، هم وظیفه اخلاقی است، وظیفه انسانی است. همه وظیفه دارن در این راه.
کار کنن، تلاش کنن برای اینکه این موجود شریر رو، این موجود جنایتکار رو از این منطقه حذف کنند. مواضع ما همه بدانند، مواضع ما همون مواضعی است که بود. دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همونی است که بود. تهدید میکنن که شرارت خواهند کرد. البته اگر شرارتی انجام بگیره ما خیلی اطمینان نداریم، احتمال زیاد نمیدیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره، اما اگر شرارتی انجام بگیره قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد. و اگر به فکر این باشن که در داخل کشور فتنه راه بیاندازن مثل بعضی از سالهای قبل که راه انداختن، جوابشون رو خود ملت ایران خواهند داد، همچنانی که در گذشته دادند. خداوند شما رو موفق و مؤید بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.